آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوشم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی همکارانتون. انشالله امروز هم بتونیم مطالب قابل استفاده ای رو بیان کنیم. زنده باشید. حتما همینطوره. ما نکاتی رو از شما توی 2 برنامه قبل یاد گرفتیم که باید اهتمام بورزیم نسبت به ایجاد اونها در فرزندانمون انشالله، و یا اگر هست تقویتشون بکنیم و اینها. اگر نکات تموم شده که بریم حالا سراغ این که ما چطوری باید این کارا رو بکنیم. اگر نکات باقی مونده که باز ادامه بدیم. اگر اجازه بفرمایید یه تعدادی دیگه از اون نکات باقی مونده که بیان بشه. حالا کلیت بحث ما این بود که اگر ما بخوایم فرزندانمون رو برای یک آینده موفقی تربیت بکنیم، باید یه سری ملاحظات تربیتی داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، هدف داشته باشیم. و منشأ بحثمون هم از اونجا شروع شد که پدر و مادر باید هوشمند باشن در تربیت، یعنی هم فکر خوب داشته باشن هم عمل خوب. گفتیم فکر خوب اینه که باید یک برنامه خوبی برای تربیت بچه ها طراحی بکنن که یه سری شاخصه‌هایی رو ما شروع کردیم شمردن. گفتیم اینها میتونه برنامه مناسبی برای ضمانت تربیتی فرزندانمون در آینده باشه. خب نکاتی مثل اراده رو بیان کردیم، تاباوری رو بیان کردیم، معاد باوری، عزت نفس و مواردی از این قبیل بیان شد. چند مورد دیگه هم باقی مونده، من اینها رو هم یه اشاره بکنم. یکی از نکات اصل مشورته. بچه ها یاد بگیرن که باید با خانوادهشون، بزرگترها، خردمندان، بالاخره افرادی که صاحب تجربه‌اند مشورت بکنن. یکی از چیزایی که امروز میدونین، حالا تو اصطلاح امروزی میگن نسل زد، نسل آلفا، نسل هزاره میخوان جا بندازن، که آقا شما بیشتر از همه میفهمید، مشورت نمیخواد بکنید، شما خودتون الحمدلله اهل فهم و درک و اینا هستیم. بله، در حالی که حقیقت امر اینه که همه انسان ها نیاز به مشورت دارن. شما حتی وجود مبارک و نازنین پیامبر گرامی اسلام هم میبینید که در مواردی مشورت میکردن، اتفاقا نظراتی رو که دیگران میدادن مثل همون کشیدن خندق عمل کردن بهش. یعنی من میخوام بگم مشورت یک جزء لاینفک انسانهای موفق. شما اگر کسی رو دیدید که اهل مشورت نبود و مشورت نکرد، خیلی عذر میخوام، در عقل شک کنید. نگی این آدم خیلی تا این بله، نگی این آدم عاقلیه، نه همه چیز رو میفهمه. نه، اتفاقا یکی از پارامترهای عقلانیت مشورته. یعنی باید اهل مشورت باشه. یک کسایی که معمولا اهل مشورت نیستن فکر میکنن خودشون عقلشون دیگه عقل کلن و کامله دیگه. من اتفاقا نقص عقلانیه، یعنی کسی که همچون عقل داشته باشه میدونه که عقلش ناقصه، کامل نیست. بله بله. باید آدم بره مشورت بکن. بچه هامون هم اینجوری باید دوره کودکی گاهی اوقات تو خونه مثلا یه نشست هایی رو داشته باشیم، بچه ها حتی ببینن پدر مادر توی اموراتی با همدیگه مشورت میکنن، خود رأیی ندارن. من خیلی مواقع به پدر مادران میگم این جملات توی خونه سم ما به کار ببندیم. من خودم میفهمم، من خودم بلدم، اینا رو نباید جلو بچه ها به کار ببندیم و میشیم الگو اونا به همین جملات رو بعدم تحویل ما میدن. در حالی که نه، گاهی اوقات باید بشینیم مشورت بکنیم. ولی میدونیم مشورت اصولی داره دیگه. مثلا ما تو مشاوره چی میگیم؟ میگیم مشاوره فرایندی است که مشاور مراجع رو راهنمایی میکنه که بهترین تصمیم رو بگیره. یعنی ما قرار راهنمایی بکنیم، قرار این تحمیل بکنیم. یعنی لازم من حتی تو خانواده ها گاهی اوقات این رو میگم مثلا خانم الان آقات اومد از شما یه مشورتی گرفت،
مثلا اینو بخریم یا اونا. شما مثلا نشستین توضیح دادین، مثلا مشورت دادیم اینو بخریم مثلا بهتره، ولی بعدم دیگه آقا رفت اون یکی رو خرید. تو ناراحت نشو، چون تو مشورت قرار شما راهنمایی بکنید ولی تحمیلی نداشته باشیم. بچه ها یاد بگیرن، بیان مشورت بکنن، ولی خوبی مشورت گیرندم اینه که باید بهترین نظر رو چیکار بکنه، بپذیره، حتی اگر خلاف نظر خودشم بود، خلاف میل خودشم بود. پس این اصل مشورت رو هم ما به عنوان یکی از قواعد و اصول تربیتی باید مورد توجه قرار بدیم. انشاءالله. یکی دیگر نکات که اینم خیلی مهمه، یه مقداری ببینید جناب قوامی ما باید به هوش اقتصادی و مالی بچه‌هامون هم کار کنیم و این خلأش امروز خیلی حس میشه. ما تو نظام آموزشیمون تقریبا خالیه از این موضوعات، یعنی بچه‌ها خیلی روی هوش مالی، روی هوش اقتصادیشون، انقدری که روی هوش ریاضیشون کار میشه کار نمیشه و این حیفه. یعنی شما ببینید زندگی انسان گره خورده به مسائل اقتصادی. ما حتی چقدر تو روایات داریم که مثلا شما روزی حلال به دست بیاری اگر عبادت 10 جز باشه، اصلا 9 جزش یعنی همین. این نشون میده که مسئله اقتصاد خصوصا با اون نگاه دینی خیلی مهمه. و میدونیم وقتی ما میگیم که هوش اقتصادی رو یاد بدیم، بیایم بر اساس یک نظام فکری دینی، بر اساس اون ویژگی‌های بومی خودمون به بچه‌هامون هم یاد بدیم، نه اینکه وارداتی و نظام سرمایه‌داری و نمیدونم نخوری میخورنده نبری میبرن، اینها نه، بر اساس فرهنگی دین. مثلا شما ببینید ما در یک روایتی داریم که خداوند متعال 4 گروه رو اهل بهشت میکنه. بعد حضرت میفرمایند یکی از گروه ها اون گروهی که دست دهنده داره، یعنی کسی که میبخشه، دست دهنده داره. بله، این اهل بهشت میشه. و جالبتر اینه که وقتی شما تو نظام فکری اسلام نگاه میکنید میبینید این دهنده بودن، یعنی بخشنده بودن، نمیدونم خیرات کردن، انفاق کردن، صدقه دادن، خمس دادن، زکات دادن، اینا عوامل افزایش رزق و روزی انسان و برکت در رزق و روزی. میدونید برکت که میگن لزوما اینه که حجمی زیاد بشه. ممکنه شما صدقه میدید، خمسی میدید، زکاتی میدید، بعد میبینید یک فرزند صالح خلف تو محیط زندگیتون به وجود میاد، یعنی برکت مالتون اینجوری خودش رو نشون میده. یه موقع میبینید نه، خیر کثیری از همون مال شما شکل میگیره که ما نمونه هاش رو داریم. مثلا افرادی رو داریم که میاد خدمت شما عرض کنم یه مدرسه ای رو میسازه، سرمایه زندگیش هم بالاست، یه بخشیش رو میبره اونجا هزینه میکنه. بچه ها میبینید تو طول سالیان مثلا هزاران نفر دانش آموز اونجا کسب علم میکنن، کسب معرفت میکنن. خب این چقدر برکت داره. خب این یکی بگه حالا رفته پولش رو مدرسه ساخته، این چه کاری بود کرده، ولی اصلش اینه که هر چیزی رو که بچه اونجا یه بسم الله یاد میگیرن چقدر برکت داره برای اون خیری که این مدرسه رو ساخته. عرضم اینه که ما توی این زمینه ها باید بچه ها رو هوش اقتصادیشون رو همه جانبه ببریم بالا. و غلط ترین حالت هم میدونین چیه؟ به بچه ها فقط بگیم جمع کنید. مادر جون این پولتون میدم بذار تو بانک، این پولو میدم بنداز تو قلکه. اینجوری نه، بچه ها خسیس بار میان خدمت شما عرض کنم، اهل بخشش، اهل خیرات کردن، اهل کمک کردن به دیگران. گاهی اوقات برای زنش میخواد یه چادر بخره، انگار جونش داره بالا میاد، اینقدر سخته. چرا؟ چون بری همین مدل تربیتیشو نگاه کنید، چون از اول فقط جمع کردن رو بهش یاد دادن، خرج کردن رو خیلی یاد دادن. خدا حفظ بکنه حاجی آقای قرائتی موقعی میفرمودن که میخواین صدقه هم بدین به بچه‌تون صدقه رو بده، یعنی یاد بگیره این بخشش رو، دل کندن از مال رو.
خیراتی میخوایم بکنیم بدیم فرزندتون یه جای این خیرات رو انجام بده. این خودش یعنی همون رشد و هوش اقتصادی در فرزندان. حالا در این حالی که بله بچه‌ها باید کارها و فعالیت‌هایی رو یاد بگیرن که از طریق اون بتونن کسب درآمدم بکنن که اون در سنین خاص خودش باید مورد توجه قرار بگیره. یه نکته دیگه ای که به نظرم میاد ما توی تربیت باید بهش حتما توجه بکنیم، قدرت حل مسئله است. چون میدونین انسان یه موجودیه که تو دنیایی داره زندگی میکنه که روزانه با ده‌ها بلکه صدها مسئله داره مواجه میشه که اینا رو باید حل بکنه. ولی میدونین شکل حل مسئله مراتبی داره. مثلا میگم یه موقع یکی میاد به این میز برخورد میکنه، میخواد ازش عبور کنه، میبینه خب زیرش راه داره، میخوابه و سینه خیز رد میشه. خب مسئله رو حل کرد ولی خیلی سخت. نفر دوم میاد مواجه میشه، میگه تو چه کاری بود؟ سینه خیز رد شدی و خودتو خاکی کردی، اذیت کردی. خب میومدی یه ذره مسیرتو تغییر میدی، کنارش رد میشدی. یعنی ببینید اینم قدرت حل مسئله. هر جفت اینا قدرت حل مسئله داشتن ولی نفر دوم قوی تر. ما میخوایم بگیم اگر نسلمون رو به گونه‌ای بار بیاریم که قدرت حل مسئلهش قوی باشه، این صرفه‌جویی یک در عمرشه، در وقتشه، کمتر آسیب به دیگران میرسونه. چون گاهی اوقات برخی برای حل یک مسئله یه مرتبه یه طایفه‌ای رو به هم میریزن. ما این مسئله رو حل کنه میری آدم میکشه، میری یه طایفه‌ای رو به هم میریزه. بعدش هم میگه چرا این کار کردی؟ می‌خواستم از دستش راحت چیم. چه راحتی؟ همه رو ریختی به هم دیگه. یعنی ببینید اینقدر این عقل گنجشکیه و گنجش مغزه که تنها راهکاری که به ذهنش رسه اینه که مثلا یه آدم بکشه توی این مسیر. خب مسیر رو داری غلط میری، در حالی که این خیلی راحت‌تر ممکن بود حل بشه. یه ریگ سفیدی بیاد وسط ماجرا رو حلش بکنه. میخوایم بگیم که این قدرت حل مسئله رو ما باید توی تربیت مورد توجه قرار بدیم. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ما یه فاصله اگر شما اجازه بدین از دوستانمون بگیریم و برگردیم و ادامه موارد و نکات رو میشنویم از شما. یاد بفرمایید. بله خیلی ممنونم از اینکه هنوز دارین نگاه زلال و مشتاق منتظرتون رو هدیه میدین به یاد خدا. انصافا نکات خیلی دقیق و فنی و ظریفی رو دارن بهش اشاره. من خودم خیلیاشو نشنیده بودم تا حالا یا بهش توجه نداشتم. این نکاتی که راجع به هوش اقتصادی فرمودن برای بچه‌ها باید حواسمون باشه که درشون ایجاد بشه و همینطور قدرت حل مسئله فوق‌العاده بود. بازم سر و پا گوشیم استفاده. یکی دیگه از مواردی که باز به ذهن میرسه ما در اون خوشفکری والدین در مسئله تربیت بعد مورد توجه قرار بدیم، بچه‌هامون رو سخت کوش بار بیاریم، تلاشگر بار بیاریم. یعنی بچه‌ها از کار نترسن، از فعالیت نترسن، دلشون رو بزنن به دریا و واقعا همت بکنن. کارهایی که بالاخره کارهای سختیه ازش واهمه‌ای نداشته باشن، ترسی نداشته باشن. شما مثلا خدا رحمت بکنه مرحوم حاج قاسم سلیمانی رو ببینید، مثلا یه شخصیت سخت گوش. یعنی حالا گاهی اوقات زندگیش رو که مرور میکنه، زندگیشون رو حس میکنه انگار یه آدم نبوده، این چند تا آدم با هم، چند تا آدم بوده این همه کار، مثلا یه آدم این همه کار انجام بده. بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم مدل تربیتی اینجوری. نمیدونم این کتاب خودنوشته ایشون رو خوندید یا نه؟ بله. که مثلا ببینیم دوره کودکی چه سختی هایی، مثلا 10-12 سالگی 12 بله برم شهر، بله مثلا برای اینکه مشکلات اقتصادی مادر پدر رو حل کنم کارگری کرده، بالاخره کارهای مختلف رو انجام داده. از دل این سختی هاست که میبینی یک انسان این چنینی بیرون میاد. بله رضا این که میگه خون دلی که لعل شد یعنی همین. ما میخوایم بگیم بچه ها رو باید تلاش کرد، واهمه هم نداشته باشیم. ما میدونیم پدر مادر ها خیلی خوبند،
یه جایی می‌بینی احساساتشون، عواطفشون، مهربانیاشون داره کار تربیتی رو خراب میکنه. مثلا یه موقع شما می‌بینید پدر مادر با ماشین دارن میرن، بچه‌م رو صندلی عقب مثلا تشنمه، بابا میگه بابا جون یه رو 20 دقیقه دندون و جگر بذار، میرسیم خونه آب میخوره. مادر مرد مگه شمری؟ من اینجا صحرای کربلا، خب یه بطری آب بخر بده بچه بخوره، از تشنگی داره هلاک میشه. مادر فکر میکنه داره مهربانی میکنه ها، ولی توجه به این نداره داره بچهش رو راحت طلب بار میاره. بچه‌ای که میتونست چند دقیقه رو صبوری بکنه برسه خونه آب بخوره، ما میگیم نمیتونیم، الان آب نخوری میمیری از تشنگی. یعنی ما خودمون داریم خرابش میکنیم. تو خیلی از کارهای دیگه هم همین جوره. مثلا این اتاقش به هم ریخته است و میتونه تمیز بکنه. مثلا میره مدرسه، مادر یه نگاهی به اتاق میکنه، دلش به رحم میاد، بچه‌م بذار خوشحال بشه، میره اتاق مرتب میکنه کامل. بعد بچه میاد میره اتاق مرتب شده دوباره میریزه، ریخت و پاش میکنه. خب ببینیم بچه‌ای که بدونه اگر بریزه بعد خودش جمع بکنه دیگه کمتر میریزه. من همیشه به شوخی میگم کمترین ریخت و پاش رو تو خونه مادرها دارن. دلیلش هم اینه چون اینا نفر اول آخری که باید خونه رو مرتب کنه خودشونن دیگه. دو کمتر میاد. برای همین هم تو برخی از کشورها میدونین چی کار میکنن؟ نظافت مدرسه رو میدن دانش آموزا. آره شنیدم. میگه چرا؟ میگه یاد بگیره چیزی رو که میریزه بعد خودش جمع بکنه. بعد دانش آموز دیگه تو خیابون هم چیزی نمیریزه، تو کوچه هم، ولی وقتی از اول یاد گرفت تو مدرسه من میریزم بابای مدرسه جمع میکنه، تو خونه میریزم مامان جمع میکنه، تو خیابونم میریزم پاکبان جمع میکنه، تو جاده‌ام میریزم مثلا راهدار جمع میکنه. یعنی یاد میره فقط به ریختن نه به جمع کردن. درست. میخوایم میگیم لذا این تلاش هایی که بچه ها تو دوران کودکیشون میکنن میتونه چقدر نظام یک جامعه رو ارتقا بده، چقدر هزینه های یک جامعه رو بیاره پایین. ولی مادری که اونجا عرض کردم فکر میکنه داره لطف میکنه، یا مدرسه‌ای که فکر میکنه نه بچه باید اینجا درس بخونه، کلاسم آشغالریخ هستش یک کسی اینجا رو نظافت کنه، ولی نمیدونم با این کارشون فردا دارن خدمت شما عرض کنم چقدر باید نیروی پاکبان مثلا برای شهرها استخدام بشه، چقدر باید اینجا هزینه بده، توی جاده ها راهدارها باید چقدر زیاد بشن. من گاهی اوقات واقعا تأسف میخورم جناب و از قم که میایم تهران، گاهی اوقات صبحها که خورشید تازه داره طلوع میکنه و به این دشتای بیابانهای اطراف اتوبان میتابه، آدم واقعا شرمنده میشه این حجم این پلاستیک هایی که کف این بیابونا ریخته شده. یعنی آدم گاهی اوقات میگه که چقدر آدم باید جمع بشه اینا رو جمع بکن، لذا دیگه منصرف میشن میگه آقا ولش کن، به همین راحتی طبیعت رو ما نابود میکنیم. چرا؟ چون یه مادری دلسوزی بیجا داشته، یه معلمی تو مدرسه دلسوزی بیجا داشته. نه بچه ها یاد بگیرن، بعد میبینیم تو جامعه میبینیم هزینه ها کمتر میشه. اما سخت‌کوشی و فعالیت رو واقعا از بچه ها بخوایم. من یه توصیه که برای پدر و مادرها دارم همیشه اینه، میگم نگیم بچه تو ایام مدرسه مادر جون من فقط انتظارم از تو اینه درستو بخونی مشقتو بنویسی. نه، انتظارم از تو اینه درستو بخونی مشقتو بنویسی، کمک به من بکنی، اتاقتو مرتب بکنی، اتفاقا مثلا تو هیئت محلم بری فعالیت بکنی، یعنی ازش کار بخوایم، بذاری سخت‌کوش باشه که این میتونه در آینده یک انسان موفقی بشه. ولی حکایتی که یه مادری آمده بود یه موقعی برای مشورت، موقعی تا شما آقا کارمند اداره است، صبح میره ساعت مثلا 3 و 4 هم میاد خونه میگه زن دیگه بچه ها هیچ کاری نه، فقط باید به من برسی، چایی برای من بیاریم، منو بیاریم ماساژ بدیم. یعنی یه کار فقط میریم میکنیم توی یه اداره، میاد خونه بعد مثلا این همه پشتیبانی باید برای مثلا ایجاد بشه. خب این معلومه آدم سخت‌کوشی نیست. حالا این میتونه شغل دوم داشته باشه،
میدونه شغل سوم نه دیگه. یعنی یه کار میاد تو خونه، تازه یه نفرم باید پاکار باشه که بهش خدمت رسانی بکنه. اینا موجوداتی هستند که ضعیف بارشون آوردن، تنبل بارشون آوردن. لذا این سخت کوشیه، تلاشگریه رو ما از بچه‌ها بخوایم. گاهی اوقات واقعا اجازه بدیم بچه‌ها به صورت طبیعی سختی‌هایی رو تحمل کنن. ما یه موقعی مهمانی داشتیم جناب قوامی از یه کشور دیگه اومده بودن، تو اونجا یه مدرسه اسلامی داشتن، بر اساس مدل اسلامی هم داشتن مدرسهشون رو اداره میکردن. بعد البته خانوم اهل اون کشور بود، همسرشون ایرانی بود و مشترکاً اون مجمع رو اونجا اداره میکردن. دست و پا شکسته خانومشون ایرانی صحبت میکرد، یه تعبیری به کار میمون، میگم من خودم با بچه ها درس دینی دارم با دخترها، میگم نزدیک مدرسه ما یه کوهه، میگم من هفتگی این بچه ها رو میبرم کوه پیمایی. گفتم خب برای چی؟ برگشت به من گفت آیه تراشون زندگی سخته، بچه ها از الان باید یاد بگیرن که سختی رو چطور تحمل کنن، برای همین میبرمشون هر هفته کوه. یعنی ببینید وقتی میخواد یه پای ریزی بشه، یعنی این ببرش کوه، یه ذره بالاخره نفس بزنه، اذیت بشه، سختی بکشه، ولی چون تو گروه همسالانه لذت هم میبره، داره آماده هم میشه برای آینده که کار سخت برای سخت نباشه. ببین اصلا تو تربیت ما میگیم بعد پدر و مادر یه جایی اون احساساتشون و ولومش رو بیارن پایین. یعنی این نباشه که من پدر و مادر تصورم این باشه که بچم هرچی راحت تر زندگی بکنه ما پدر و مادر بهتری هست. بنده میخوام بالعکسش رو بگم، بدانید که هرچه فرزندانتون راحت تر زندگی بکنن بعدن سخت‌تر زندگی خواهند کرد، بعدن سخت‌تر، و شما پدر و مادر هوشمندی نیستید که گفت ما فکر خوب و عمل خوب باید داشته باشه پدر. چرا؟ چون داریم این بچه رو در آینده دوچار چالش‌هایی میکنیم که افسرده میشه، فردا سراغ قرصای آرام بخش میره، خیلی عذر میخوام گاهی اوقات افکار خودکشی به سمتش میاد. افرادی که شما فکر میکنید اینایی که میرن سراغ خودکشی چرا؟ میبینیم سختی رو نمیتونه تحمل بکنه، حس میکنه بنبسته. اصلا ما یه مروری بکنیم آدمای موفق دنیا رو، چه داخل کشورمون چه خارج از کشور، آدمای مشهور و موفق دنیا رو نداریم. فکر نمی کنم کسی باشه که تو گذشتهش ببینیم گذشته خیلی راحت و همه چی به جا و اینا بوده باشه. نه، از دل سختی اون تنور زندگی بوده که این آدم موفق بیرون اومده. این درس دیگه. برای یک کتابی هم از من توصیه میکنم، من به نوجوانا خیلی توصیه کنم این کتاب رو بخونن، بچهای کلاس هفتم هشتم، حتی توی طرح مطالعاتی ایام نوروز کتاب به یه مجموعه توصیه که همه بچه‌ها خوندن و اونم خون دلی که لعل شد. بله. این کتابی بودش که مقام معظم رهبری به زبان عربی خاطرات زمان مبارزاتی خودشون رو نوشتن. عجب.